خوش آمدید به شهر هرات باستان، شهر تاریخی خاطره و داستان. سلام عرض ادب خدمت شما داوران عزیز. بشنوید چند کلمه از جوان غریب و نرید به پی سر و قیافه، ببینید که استعداد موسیقی به درون کی نهاده. ببینین باطن طرف ور تا آخر نگیریم بی طرف ور، نمودم به قول بالا بگیریم یا که بخونم از شما کارت بگیرم، فقط آمدم که درد دل کنم برای مردم وطن کار خیر کنم. از طریق موسیقی رپ که میخوندم و بخونم بس. اگه اجازه باشه حالا شروع کنم چند چیز مهم بزن آدمای بالا فرو کنم. اجازه است بگم؟ از چی بگم به تو؟ از کجا بگم؟ از خوبیا یا که از بدیا بگم؟ از داخلیا یا که از خارجیا بگم؟ از چی بگم به تو؟ از همه چی بگو. بند سلمو و بند غرقه، مشکل مردم کمبود برق و غرق، افکار خارجی شدن به فکر امور مالی شدن. خب درد دل من خیلی زیاده، چوباره چی خبر در از حال پیاده؟ از چی بگم به تو؟ از مقامات بالا ولوم پخش خورد بکنیم به بالا. اگه در شهر میبندی فکر نکن کردی سرنگی، دهن مردم که نمیشه بس. شکایت دارم از آدمای پس، شکایت بعضیام کلون شده که رفتن به بند بزرگ شده. خب موف کردی و موف فششتی، خبر ندی که وجدان دینی خود بشکستی. از چی بگم به تو؟ از تو آدم معتبر یا تو ریش داری به ظاهر از بیتری، مواد به داخل ملت کردی، اولاد خود رو از راه به در کردی، در به در کردی، نون به جون مادر خون جگر کردی. از چی بگم به تو؟ ما جوانان درس خلاص کردیم و به امید آینده سخت تلاش کردیم و اما شدیم بازنده، ولی ما جوانان با هم هستیم سازنده. حال گذاشتیم دست روی دست، نه راه پیش داریم نه راه پس. عمر خود ما تفنگ دیدیم و مرمی و مین رنگارنگ دیدیم، رفتن به ملک دیگر راه هر نیه سخت. ما جوانان بلکلنگ. از چی بگم به تو؟ خرج مردم ما بود که چلو که اورم کردم به نخر الو. خب وقتی دولت به فکر ما نیه، از گرگم گله چوپانی نیه چیه؟ فکر میکنی کی هستم؟ خب معلومه فریتی کی رتی هستم. از چی بگم به تو؟